هموطنان عزیز، فردا ماه شریف رمضان، ایام رحمت و مغفرت، بخشیدن گناه‌ها، پاکسازی قلب‌ها و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب پایان می‌یابد و عید سعید فیطر فرا می‌رسد. ماه رمضان و عید فیطر برای مردم مسلمان ما از جمله سنت‌های مقدس دینی میباشند، زیرا آنها تجسمگر بهترین ارزش‌های انسانی، اعمال خیر و سازنده، صبر و تحمل، رحم و شفقت، پاس خاطر گذشتگان و نیکی و نکوکاری شماریده میشوند. مهمترین فضیلت عید سعید فیطر با نیت نیک، شادمانی و خوشحالی و عملهای خیر و ثواب استقبال گرفتن آن به حساب می رود. دین مبین اسلام خصوصا مقام و منزلت خیر و احسانکاری را بسیار بلند برداشته، آن را با اخلاص به خداوند توأم می داند، چون که اخلاص و احسان زیوری بهترین است که هر یک مؤمن باید خود را با آن آراسته نماید. در قرآن کریم آمده است که احسان و نکوکاری باید واجبات فطری و طبیعی انسان باشند، زیرا طوری که خداوند نعمت خود را به انسان ارزانی می‌دارد، به انسان نیز لازم است که از این نعمت خداداد به دیگران احسان نماید. دین مبین اسلام به مسلمانان تلقین می‌کند که در زندگی خود به اسرافکاری و ظاهرپرستی و تعصب و خرافات راه ندهند. طبق این فرموده ها مردم باید هنگام برگزاری عید فیطر به آداب آراستن دسترخوان خاکسارانه معنوی عادت کنند و فرهنگ درست استفاده بردن دارایی‌های خود را در زندگی و روزگارداری خویش همیشه رعایت نمایند. در این روز سعید نیت به اعمال نیک، دستگیری یکدیگر، همدیگر فهمی، عیادت بیماران و احترام پدر و مادر، نزدیکان و هموطنان را رعایت کردن، از پروردگار طلب دعای آرامی و آسایش و رشد و پیشرفت سرزمین اجدادی را کردن، از سنت‌های اصیل ملی و دینی مردمی سازنده و فرهنگی و تحملگرای ما به شمار می رود. دیگر فضیلت مهمی که بزرگان تحملگرا و صلح ما انجام دادن آن را در روز عید فیطر فرمودند، عفو گناه‌ها و بخشیدن آزرده خاطری بین همدیگر می باشد که به تحکیم رضایت و آرامی و وحدت و همدیگر فهمی در میان اهل جامعه مساعدت می کند. هدف اساسی راهبریت دولت و حکومت مملکت بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، رشد استوار دولت و تشکل ملت متمدن، تأمین سعادت هر خاندان تاجیکستان و تحکیم نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی می باشد. در جامعه آزاد و دموکراتیکی که حالا بنیاد کرده ایستاده ایم، ما امکان داریم که پهلوهای نادر و سازنده تاریخ و فرهنگ ملی از جمله ارزش‌های دین مبین اسلام را دایر به دستگیری یتیمان و معیوبان و محتاجان و کم‌بضاعتان گسترش داده، مراسم و عنعنه‌های اعتقادی خود را با ارزش‌های ملی‌مان رنگ و تراوت تازه بخشیم، زیرا مناسبت درست با ارزش‌های معنوی و اعتقادی در اساس منفعت‌های عمومی دولتی شرط مهمترین تقویت وحدت ملی و ثبات و آرامی جامعه می باشد. در برابر این با قناعتمندی اظهار می دارم که در ماه مبارک رمضان هموطنان ما انجام دادن عملهای خیر و کارهای آبادانی از قبیل آب آوردن به محلهای اهالی نشین که ساکنان آنها از آب تنقیسی میکشند، بنیاد و تعمیر کردن مکتبها، مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی و ساختمان و ترمیم پل و راه‌ها را وسعت تازه بخشیدند. همچنین جهت اجرای سپارش‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت برای در سطح بلند آمادگی پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی وطن عزیزمان کارهای بنیادکاری و سازندگی سرعت پیدا کرده، خودشناسی و خودآگاهی، حس ملی و روحیه وطن دوستی و وطن پرستی در تمام قلمروی کشور و در بین اعضای جامعه ما گسترش یافته ایستاده است. یکی از رکنهای مهم ماه شریف رمضان دادن صدقه فیطر می باشد.
طبق تعلیمات قرآن و حدیث و فتواهای بزرگان مذهب حنفی، صدقه فطر یکی از وسیله‌های مهم دستگیری و کمک به شخصان نیازمند است و باید به شخصان احتیاجمند، یتیمان و معیوبان و مریضان و کمبزاعتها داده شود. در این بابت پیامبر اسلام فرمودند که کسی یتیم را به کفالت میگیرد، فردا در روز قیامت در کنار من می باشد. اسلام دین انصاف و عدالت، صلح و امنیت، تلقینگر اخلاق حمیده و معنویت سازنده بوده، همه گونه اعمال زشت و خرابی آور، آزار و شکنجه، خشونت و زورآوری و قتل و غارت را محکوم می نماید. در وضعیت نهایت حساس و آسیب پذیر جهان معاصر، مردم ما را ضرور است که با حس بلند وطنداری و زیرکی و هوشیاری سیاسی نعمت بی‌بهای استقلالیت و آزادی و دستاوردهای آن را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. ما از تجربه تلخ خود قدر امنیت و آرامی، رضایت شهروندی، وحدت ملی و صلح و ثبات را خوب احساس میکنیم. از این لحاظ مردم شریف تاجیکستان در روزهای عید و جشنها و در وقتهای دیگر نیز سنتهای نیک انسان دوستی و صلح پروری اجداد نیکناممان را ادامه میبخشند و برای صلح و ثبات جاودانه، تحکیم وحدت ملی، آبادی و ترقیات وطن عزیزمان، آرامی و آسایش هر یک خانواده تاجیک دعای خیر میکنند و دستی کمک و سخاوت را از شخصان نیازمند دریغ نمی‌دارند. اطمینان کامل دارم که هر یک فرد با ننگ و ناموس منبد نیز به خاطر آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان، حیات آسایشته مردم، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و رسیدن به دستاوردهای نو در راه تأمین رشد استوار وطن عزیز و محبوبمان سعی و تلاش خواهد کرد. فرارسی عید سعید فطر را به مردم کشور تبریک گفته، از درگاه خداوند متعال به هر فرد وطن سعادت و خوشروزی، روزگار آسوده، فیض و برکت، به تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی و ترقیات و پیشرفت روزافزون آرزومندم. عید سعید فطر مبارک باشد هموطنان عزیز.